صدها چواندازان و هزاران تماشابین در ناحیه باباجان غفوروف مسابقه ولایتی بزکشی دایر شد. همگی زیاده از 700 ورزشکار از 22 شهر و ناحیه ولایت سوغد اشتراک کردند. شاه جایزه دور بزکشی نصیب فرقت اکراموف ساکن شهر اسفر گردیده است. چوانداز صاحب جام مخصوص ماشین وز 2107 8,500 سامانی و یک تلویزور و یک قالین شده است. در مسابقه برای رسانیدن بز به میدان پایان و بالا از 150 تا 250 سامانی و اسباب‌های روزگار از قبیل تلویزور، تفدان و قالین مقرر شده بود. مسابقه بزکشی معمولا در تاجیکستان اولهای فصل بهار و آن هم بخشیده به تجلیل جشن نوروز گذرانده می شود. غیر از سطح جمهوریوی و ولایتی، این گونه سبقت‌ها در ناحیه‌ها نیز گذرانده می شود و گاهی حتی شخصان علاهیده نیز این بازی دوست داشته ملی را تشکیل می کنند.